امروز پاملا آوردم و برای بار اول اومدیم امتحانش کنیم. این میوه از آسیای شرقی میاد. بزرگترین میوه از خانواده مرکباته. توش موز. تا حالا امتحان کردی؟ من تا حالا اینو امتحان نکردم ولی پکیجینگش رو خیلی دوست دارم. نمیدونم طعمش چجوریه. احساس میکنم طعمش مثل گریپ فروت تلخ باشه. منم احساس میکنم، من بیشتر ترجیح میدم فکر میکنم اینو خربوزه‌ای، هندونه‌ای، یه چیزی توی مایا، چون سایزن که به اون اندازه است. بریم که بازش کنیم ببینیم اصلا چه شکلیه. خیلی رنگ لیمویی داره ولی فکر میگم نارنجی طوری تر باشه. چقدر بوی لیمو ترشه هستن. لیمو شیرین. آها لیمو شیرین دقیقاً. خیلی شبیه بوی لیمو اصلا شیرین. شبیه لیمو شیرینه ولی سایز بزرگش. بعد اینو پرتقال پوستشو بکنیم. چقدر خوشگله. صورتیه. دقیقاً اینو پرتقال و نارنگی از گریپ فروت از این دونه‌ها که بچه بودیم پوستشون رو میکندیم. نارنگی من اینجوری بودم، نارنگی پوستشو میکندم توشو میخوردم. این کامل همش توشه. طعم خاصی نداره که مثلا ترش باشه خیلی شیرین. یه طعم ملسی داره به نظر من. بعد خیلی شبیه به همون گریپ فروت و پرتقال و تو اون خانواده است ولی خیلی بزرگترش. من دیگه نمیتونم بخورم، دارم میترکم. خیلی زیاد بود. خیلی زیاده. تازه نصف بیشترش هم مونده. ببینین این نارنگی کنار این، میبینین چقدر حجیمه. خیلی هم خوشگله.